به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز و شریف تاجیکستان، طوری که به همگان معلوم است، بیماری سرایتی کرونا ویروس یا به تعبیر دیگر کووید 19 بیماری است که امروز هیچ کس آن را نادیده نمیگیرد. حتی کشورهای ابرقدرت و پیشرفته و با اقتصادی که خود را آقای جهان معرفی میکنند، امروز در مبارزه با این بیماری زانو در زده اند. بنابراین حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول اقدامهای سریع‌وقته و چاره اندیشی نمود، چطوری که به همگان معلوم است توسط وسایل اخبار هم ما خبر داریم. حکومت جمهوری تاجیکستان دانشجویانی که در شهر ووخان دولت چین درس می‌خواندند اینها را به وطن بازگردانید و نیز در حدود تاجیکستان برای کسانی که از خارج وارد می‌شوند 50 نقطه کرانتینی تأسیس داد. بنابراین شورای علمای جمهوری تاجیکستان ماه اپریل قرار قبول نمود که موقتاً فعالیت مسجدها قطع کرده شود، زیرا مسجدها جای سیرادن، رفت و آمد مردم و انبوه شدن آدمان می باشد. نه تنها امروز در تاجیکستان فعالیت مسجدها قطع شده است، بلکه در اکثر کشورهای اسلامی و مسلمانشین فعالیت مسجدها موقتاً قطع شده اند و امروز هم احتمال شدت یافتن موج دوم کرونا کووید 19 وجود دارد. بنابراین به هر یکی از ما ضرور است و لازم است در این که مسجدها فعالیت خودشان را قطع کرده اند ما درک عمیق داشته باشیم و جهت پیشگیری نمودن از این بیماری ما نمازهای خودمان را، راز و نیایش خودمان را به طریق انفرادی در خانه ها بگذاریم و امید است که بعد از پایین شدن شدت این بیماری، خصوصا پایین شدن شدت موج دوم کووید 19 باز مسجدها فعالیتشان برام مانده می شود و دروازه مسجد برای مردم گشاده می شوند و مردم خدا خواسته باشد باز به طریق سرجمعی نمازهای پنجگانه خود و نماز جمعه را می گذارند. خداوند عزوجل به همه ما درک عمیق ارزانی نماید.